آخرین ساعتی که ما ملبورن هستیم، بعد ما میایم دیگه خدمتتون ایران. اومدیم توی مایکرو فلایت، ایشون هم خلبان ما هستن. بله برای شما دست تکون میدن. بذار من بشینم پشت فرمون. نمیشه. نمیذارم شما اینو بذارید. یا فقط ببینید چقدر شوک شده. اینجا کلا مسئولینشون خانم هستن برای پرواز هلیکوپتر. خیلی عجیب برای من میگه دست نزن، خیلی حساسه. اینم بالاخره نویگیشنشون هست و چیز خاصی نداره این هلیکوپتر که من نخوام باش کار کنم نمیذاره. این خواهر ما به ما اعتماد نداره. این خانومی که خلبانه و از سرخ شبیه ملبان دیده میشه و